دوستای عزیز روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و به همتون خیر مقدم میگم. ببینید، اگر بدون مقدمه بخوام وارد بحثم بشم، دی ماه 1396 هجری نقطه عطف بزرگ حیات سیاسی جامعه ایران رو تشکیل میده. یکی از نقطه عطف. سناریوی تغییر رو هنوز هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه و هنوز اراده واحد و کاملا نیرومندی برای اینکه در یه جهت خاص و درست پیش بره هم کاملا شکل نگرفته. ولی قدر مسلم اینه که ایران میگه هیچ وقت ایران قبل از دی ماه نخواهد شد. ویژگی های زیادی جنبش دی ماه رو از جنبش های قبلی متمایز میکنه که من وقت شما رو با وارد شدن در تفاصیل اونها نمیگیرم و این رو بیشتر به جامعه شناسای سیاسی که کارشون تحلیل این ویژگی ها و شناخت جنبش های مختلف هست واگذار میکنم. ولی چند ویژگی هست که اگر اونها رو ما روش انگشت میذاریم، من اشاره وار بهشون اشاره میکنم، مختصر اشاره میکنم، برای این هست که نتایجی که میخوایم بگیریم امروز به اونا بستگی داره. فکر میکنم جنبش دی ماه نقطه پایانی بر اصلاح طلبی حکومتی در ایران گذاشت. اصلاح طلبی پروژه‌ای بود از مدت‌ها پیش مرده یا در حال احتضار، ولی جنبش دی ماه گواهی فوت اصلاح طلبی رو صادر کرد و اراده مردم ایران رو برای تغییر اساسی نشون داد. ما به چه نحو دیگری میتونیم این پیام رو بگیریم جز این که اکثریت بزرگ شهرها و شهرستانهای ایران، حتی شهرک‌های کوچیک در نقاط خیلی دورافتاده کشور، همه بدون اینکه سازمان خاصی اونا رو هماهنگ کرده باشه، ولی همه از هماهنگ خواستار تحولات بنیادی در ایران شدن و اصولگرا و اصلاح طلب رو به یکسان تو زباله‌دان تاریخ انداختن. حتی اصلاح طلبها در اوائل جنبش که پانیک کرده بودن و ترس سقوط رو نزدیک می‌دیدن و ترس برشون داشته بود، به اصولگرایان نصیحت میکردن، توصیه میکردن که چرا شدت عمل کافی به کار نمیبرید و سرکوب بکنید اینا رو. ولی بعد از اینکه ترس‌های اولیه کمی برطرف شد، الان سعی میکنن یکی به نعل و یکی به میخ بزنند و دوباره رابطه گسیخته خودشون رو با مردم برقرار کنند. ولی به نظر من جنبش دی ماه نشون داد که بازی بین بد و بدتر دیگه برای همیشه در ایران باید تمام شده باشه. اما ویژگی دیگر این وضع یا این جنبش این بود که از عمیق‌ترین خواست‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم سرچشمه می‌گرفت و محصول و ساخته دست هیچ کسی نبود، بلکه از روندهایی که از مدت‌ها قبل در جامعه ایران وجود داشت نشأت گرفته بود. نه کار عربستان بود، نه کار اسرائیل بود، نه بریتانیا و آمریکا دخیل بودند توش. واضحه وقتی کشوری به اهمیت ایران دچار تلاطمات اجتماعی میشه، همه علاقه‌مند میشن و همه میخوان به نحوی سعی کنن که تحولات در مسیری بره که برای منافع اینا زیان نداشته باشه، چه بسا نفع هم داشته باشه. این در همه دنیا میتونه اتفاق بیفته، ولی این جنبش کار کسی جز جمهوری اسلامی نبود و نشأت گرفته از همون. عمیق‌ترین خواست‌های اقتصادی که توی این جنبش رو آمد و خودشون نشون داد، به اعتقاد من این رو به همه اثبات کرد که اگرچه ایران خیلی زیانها دیده بر اثر 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، اما هنوز پتانسیل‌های خیلی زیادی داره، میتونه پیشرفت کنه،
میتونه برنامه توسعه پایدار داشته باشه، میتونه یک کشور مرفه و با فرهنگ و دموکرات باشه، ولی هر نوع تحول اقتصادی، هر نوع رفرم اقتصادی واقعی در ایران منوط به ایجاد یک تحول بنیادی در ساختارهای سیاسی. بنابراین نتیجه‌ای که میگیرن اینه که این رژیم راه حلی نداره و به همین دلیل این وضعیت نکته سوم خودشون نشون میده و اونم اینه که نخبگان حاکمیت هیچ کدوم امیدی دیگه به آینده نداره. کسی حتی وعده های دروغین دیگه نمیده، همه از فاجعه صحبت میکنن و همه آینده شومی رو پیش بینی میکنن. خب در این وضع طبیعیه که استراتژی واحدی هم برای برخورد به این مسائل در درون حاکمیت نیست و شکاف‌های خیلی زیادی هست. یه عده از کودتا صحبت میکنن، یه عده هنوز امیدی به رفرم دارن و به هر صورت دست و پایی دارن میزنن اون بالا، ولی ضعف و عجز حاکمیت از حل مسائل کاملا عیانه برای مردم و همین به اونها تشویق میکنه مردم رو و بهشون امکان میده که خودشون سرنوشت کشور رو به دست میده. نکته‌ای که من میخوام به عنوان یکی دیگر از ویژگی ها بهش اشاره بکنم و فکر میکنم از همه نکته های دیگه بایستی به ویژه مورد توجه این کنفرانس باشه بیشتر از بقیه، اینه که جنبش دیماه در ذات خودش چه دیماه و چه پیامدهای و تداوم بعدیش یک جنبش تکثرگرا بود. برخلاف جنبش سبز، جنبش دیماه 1396 جنبش تهران نشین ها نبود، جنبش تمام مردم ایران بود. اقشار مختلف و تنوعات مختلفی که درش هست، از مالباختگان شاید شروع شد یا برجستش بود برای مدتی، کارگران حقوق نگرفته و بی حقوق ایران کاملا درش شاخص بودن، معلمان همینطور، زنها همینطور، طرفداران محیط زیست همینطور، بلوچ‌ها، کردها و اخیراً عرب‌های خوزستان همینطور. جنبشی که از دیماه شروع شد تمام این تنوع و تکثر جامعه ایران رو در خودش نشون داد، به نمایش گذاشت. و اگر امروز دوست گرامی آقای دکتر شهریار آهی به درست از دیالوگ صحبت میکنن برای رسیدن به دموکراسی و برای رسیدن به یک راه حل، به نظر من اون راه حل نمیتونه این تکثر و تنوع واقعی جامعه ایران رو به رسمیت نشناسه و بهش احترام نگذاره. این رنگین کمان متنوعی که تو ایران خودشون نشون داد به نظر من بایستی نقطه شروع کار این کنفرانس و همه نیروها و شخصیتایی باشه که واقعا از ته دل برای دموکراسی ایران در ایران دل می‌سوزه. یکی از حربه‌های روانی که رژیم جمهوری اسلامی با اون سعی میکنه مردم رو بترسونه از تحول در ایران یا از یک انقلاب جدید، از یک تحول جدید، از یک جنبش جدید بترسونه، پانیکیه که در مورد سوریه‌ای شدن ایران بهش سعی میکنه دامن بزنه و اصلاح طلبا که تمام این سالهای اخیر نقش ضربه‌گیر جمهوری اسلامی رو بازی کردن دقیقاً در اینجا هم دارن نقش بازی میکنن. قضیه عکسه. اینطور نیست که اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران بره ایران سوریه میشه، اگر نره ایران سوریه میشه. و اصلا مشکل همینه، هر روزی که به عمر جمهوری اسلامی اضافه میشه روزی است که فاجعه برای ایران نزدیکتر میشه. و بنابراین اتفاقا راه گذار به دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی و تحول در نظام سیاسی کشور سالمترین و صحیحترین راهیه که برای ایران به نظر من وجود داره و مطمئنا مردم ایران خواهند تونست مسائلشون رو در فردای
دموکراسی با هم حل بکنیم. دوست دارم در آخر صحبتام 2-3 دقیقه این رو بگم که یکی از مسائلی که معمولا توی چه در داخل اپوزیسیون و چه با پانیکسازی های حاکمیت ما معمولا باش روبرو هستیم، هراس‌افکنی است که در مورد ملیت‌های ایران یا گروه‌های اتنیکی ایران بهش دامن زده میشه. ببینید، من به عنوان یک کرد ایرانی میخوام اینو خدمتتون بگم که اتفاقا ماها در نبود دموکراسی از همه متضررتر و در آمدن دموکراسی به ایران از همه ذی‌نفع‌تر. بنابراین به طور واقعی، به طور عینی، اگر من مثال کردها رو بزنم، ما قاعدتاً خودمون رو در صف اول مبارزه برای دموکراسی تو ایران، حتی دموکراسی نیم بند نمیتونه ما رو به جایی برسونه. حتی دموکراسی های نمایشی یا اقتدارگرایی هایی با کمی زینت دموکراسی هم نمیتونه کار ما رو انجام بده. من چندین جای دیگه گفتم ما مثل سیاها، مثل یهودیای اروپایی هستیم. باید کاملا جامعه دموکراتیک بشه و تعمیق پیدا بکنه این دموکراسی تا تازه ما بتونیم به حقوق خودمون برسیم. بنابراین ما به طور طبیعی در این راستا هستیم و من مطمئنم که همونطور که در گذشته نشون داده شده در آینده همین نشون داده خواهد شد و ثابت خواهد شد. اما برای این کار لازمش اینه که از همین الان هر نوع دیالوگی که دوستمون آقای آهی بهش اشاره کرد، این دیالوگ حقوق این ملیت ها یا گروه های اتنیکی یا اقوام ایرانی، هر نحوی میخوام اونا رو نام بگذاریم، اینها رو به نظر من در خودش باید داشته باشه. چقدر مگه میشه بلوچستان رو به یک ویرانه تبدیل کرد و از اونها انتظار داشت هیچ واکنشی نشون بده؟ مگه چقدر میتونن مردم عرب خوزستان یک اقیانوسی از نفت خوابیده باشن ولی در بیغوله ها زندگی کنن با کمترین حقوق؟ چرا کردها در ایران بایستی کمترین سهم رو از توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشن و در عوض بیشترین سهم رو از اعدام‌های سیاسی داشته باشن؟ آخرین نمونش رامین حسین پناهی، جوان کرد که امیدوارم همه شما تلاش کنید که این اعدام اتفاق نیفته. چقدر میتونه این وضع ادامه پیدا کنه؟ اگر ما میخوایم راه دموکراسی آینده رو نشون بدیم، به نظر من از الان باید نشون بدیم که ایران آینده ایران متفاوتی خواهد بود و این اطمینان رو به همه بخش‌های جامعه ایران بدیم، زنان هم همینطور. ما باید نشون بدیم که واقعاً برابری کامل بین و تساوی حقوقی کامل بین زن و مرد در ایران آینده برقرار خواهد شد و خیلی چیزهای دیگه در این زمین. بنابراین یک ایران دموکرات، سکولار، متکثر و به اعتقاد من فدراتیو در آینده، این پیامی است که اگر ما بدیم نه فقط ایران رو حفظ میکنه و به یه آینده موفقی راهنمون میشه، بلکه میتونه از این گسل‌های اجتماعی که امروز وجود داره نه یک خطر بلکه یک فرصت برای آینده و برای آزاد کردن انرژی‌های خفته‌ای که در بخش‌های مختلف جامعه ایران هست ازش استفاده کنه. خیلی